اینجا نه دشت قزاقستان است و نه گوشه از بیابان عراق. اینجا یک خواجگی دهقانی ناحیه وخشی ولایت ختلان است که صاحب کار در آن اشتر پروری را براه انداخته است. پرورش جانوری را که در تاجیکستان طبیعتاً سکونت ندارد. خواجگی دهقانی صاحب خان در جماعت دهاتی کیرف در وخش بهار همین سال 8 اشتر را از دست مردم از ناحیه‌های گوناگون کشور خرید و حالا منتظر زیاد شدن سرشمار این جانورهاست. زیاد شدن اشتر مقصد که همین چند قد بسیار باشه، همین وادی وخش و همین ختلان اینا بازارا دا هسته قیمت همین زیاد شدن چند قد که زیاد شوه همقدر ارزان تر میشه، همقدر همین توی کلان دا همین چی میشه خریده فروش بسیار تر میشه. مقصد که این همین اشترا را با همین چیزهاشون بسیار کردنی هستیم. مقصد این همین 5 دانه سالی به غذای. هدف اساسی خواجگی خردی اشتر پروری در وخش زیاد کردن استحصال گوشت، یک مواد غذایی گران قیمت در تاجیکستان است. از بس که یک شتر از 100 تا 300 کیلو گوشت می‌دهد، رئیسان خواجگی دهقانی صاحب خان مطمئنند از حساب پرورش این جانور عظیم درآمد خوب به دست می‌آورند و ساحه نوی چارواداری را در تاجیکستان اساس می‌گذارند. با گفته آنها ناحیه‌های گرم وادی وخش برای پرورش اشتر مناسب است، چون خار و علف و غذایی که اشتر می‌خورد اینجا زیاد است، ولی فقط در فصل سرما آنها را باید در جای گرم نگه داشت. قیمت یک اشتر وابسته به وزنش تا 10,000 سامانی و یا بیشتر از $1,000 می‌رسد. ریاست کشاورزی ولایت ختلان میگوید در ولایت تا کنون سرشمار اشتر شمرده نمیشد، اما بعد تأسیس خواجگی اشتر پروری ممکن است که شماره این نوع چاروا رسما حساب کرده شود. مقامات میگویند اگر تجربه صاحب خان موفق شود، شاید در آینده در دسترخوان تاجیکان گوشت اشتر هم پیدا کنید. اشتر پروران تازه‌کار تاجیکستان هم باور دارند که جانورهای عظیم آنها به سرنوشت غم‌انگیز ده‌ها قطاس مرغاب بدخشان دچار نمی‌شوند که آنها را برای پرورش به وادی وخش آوردند، ولی این جانوران به اقلیم گرم تاب نیاوردند و تلف شدند.